در رابطه با کرونا ویروس شاید بزرگترین اشتباه ما اینه که اینو دست کم میگیریم. انتظار داریم شبیه آنفولانزا، شبیه سرماخوردگی خودشو با تب شدید نشون بده. این کارو نمیکنه. کرونا ویروس آروم آروم وارد بدن میشه، ما متوجه نمیشیم. بزرگترین علت مرگ و میر در کرونا ویروس التهابه. یک دومینو یا یک آبشار التهابی به وجود میاد. چرا این آبشار رو قطع نمی کنیم؟ شما تجسم کنید چند تا لیوان بنزین، گازوئیل، انواع الکل، اینا همه آتیشن. این لیوانا به هم میخورن و باعث افزایش آتیش میشه. اگر ما اولین لیوان التهابی رو جلوشو بگیریم تموم شد. این میشه کرونایی که همه میگیرن و خوب میشن. اگر دیر متوجه بشیم میشیم کرونایی که توی بیمارستان با رمدسیویر، با فاویپراویر، با آی وی آی جی، با اینترفرون هم نمیتونن، با دگزا هم نمیتونن جلوشو بگیرن. خب پس فرق ما در اینه، اگر هوشیار باشیم با اولین احساس، هر کس میفهمه یه اتفاقی تو بدنش افتاده، با اولین احساس که آلوده شده به کرونا بیایم چیکار کنیم؟ آب زیاد ویروس رو دفع کنیم. آب پروسه التهابی رو متوقف میکنه. شما نکنین تو بیماری کرونا ویروس دی دایمر مثبت میشه. یعنی چی؟ تشکیل لخته در مغز، در قلب. خب از سکته جلوگیری میکنیم با مصرف آب. آب ضد التهابه و با غرغره کردن دوز ویروس رو دفع میکنیم که بدن زورش برسه به الباقی ویروسی که تو بدن مونده. از همه مهمتر، چرا ما مصرف ویتامین دی و ویتامین آ که عین دگزامتازون، ببین یکی از مؤثرترین داروهایی که الان تو دنیا شناخته شده دگزامتازونه، کار دگزا رو داریم انجام میدیم. وقتی تو روحیت شاده، کورتیزولت میاد پایین و همین باعث میشه التهاب تو بدنت بیاد پایین. از طرف دیگه ما نیاز داریم به خواب خوب، به آب و تغذیه سبک و مناسب که دفاع کنیم در برابر ویروس. یکی از کارهایی که خود من انجام میدم، پیاز رو بذارین تو دهنتون بجوین، بعد اون با اون چیزی که تو دهنتونه نفس میکشید میاد تو ریه شما، بعد الباقیشو از بینیتون بدین بیرون. ببین چقدر ویروس از بین میره. کاری که من واقعا اینو با عشق انجام دادم و اسم این محلول رو گذاشتم معجزه. آب بذارید جوش بشه، زنجبیل رو رنده کنید تو این بریزین، بعد وقتی خنک شد عسل، زعفرون، لیمو ترش، زردچوبه. میدونید زردچوبه و زعفرون ضد التهابن. NF کاپابی، اینترلوکین 1، اینترلوکین 16، اینترلوکین 17، TNF رو میارن پایین. یعنی چقدر مؤثرن. این محلول رو درست کنید، استفاده کنید، ببینید چقدر مؤثره در دفاع ضد کرونا. خیلی دوستتون دارم، موفق باشید تا ویدیو بعدی.